зоҳир Насимов, сокини ноҳияи Айнӣ, ҳудуди 1 моҳ мешавад, ки дар маркази таълими калонсолони Вазорати меҳнат забони кӯриёӣ меомӯзад. ҳадаф аз омӯзиши ин забонро дигар кардани самти муҳоҷирати меҳнатии худ меномад. خیلی که مثال در اخبار ها در چیا میبینیم چیم پیشتر بود اوزی روسیه هم معاشش کمه هم نسبت به مهاجرا چیز سازم نداره. طلباتش اول اوزی ما را گفتن که اوزی بسیار توجه به متخصصی کفشیرگری. من میخوام که در اینجا هم زبان را مختصم هم اختصاصی کفشیرگری رو وقتی که بود کردم میخوام با کریر. در مرکز تعلیم کلانسالان در 5 گروه حدود 100 نفر زبان کوریایی می‌آموزند. با گفته صدبرگ صابرزاده، سردار ریاست کاتبات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، یکی از شرط‌های مهاجرت کاری به کوریای جنوبی دانستن زبان این کشور در سطح معاشرت است. شهروندان باید از 18 سال تا 39 سال باشند. یعنی که اینجا 39 سال هم معین است. و دانستن زبان کره سری کتیم یکی از سال بوده باشد. این همچنین داشتن شهادتنامه تخصص هم مهم است. این هم بین‌الملل گرفته میشن هنگام سنجشی یا که امتحانی که اونها برای سفر نمودن به جمهوری کره میسپارند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی 25 دکبر خبر داد که گروه اول مهاجران کفشیرگر از اول سال نو 2025 می توانند به کوریای جنوبی سفر کنند. رحمان اولماسوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت میگوید هرچند فعلا مهاجرت مهنتی به کوریا و دیگر کشورهای غربی نمیتواند به روند مهاجرت به روسیه تاثیر جدی رساند، اما در آینده نزدیک این کشورها میتوانند شماره بزرگی مهاجران از تاجیکستان را قبول کنند. حاضر اکنون برای مهاجرت‌های مهنتی ما روسیه چی میگن کن непривлекательный میگه زبان روسی با непривлекательный рынок труда. یکچند سبب دارد. یکم سببش این اگر قرب روبل روسیه پاس شده است. دوم مناسبت مردم نسبت به مهاجران بسیار سخت است. سوم مناسبت پیش از همه کارکنای правоохранительный орган дакон قدرتی مقامات قدرتی قدرتی نسبت به مهاجران سخت معامله اونها. جنوبی اولماسوف می‌افزاید حالا در کوریای جنوبی 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند که 4000 نفر آنها از روسیه و آن کشورها رفتند. برای داوطلبان کار در کوریای جنوبی برابر مرکز تعلیم کلانسالان در دوشنبه همچنین در شهرهای باختر و خوجند نیز کورس آموزش زبان کوریایی و کسب آموزی تشکیل شده است. حکومت تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 با کوریای جنوبی و قطر تفاهم‌نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کاری تاجیک اساساً به روسیه و قزاقستان می رفتند.